نحمد و نصلی علی رسول الکریم. دوستان زن گرامی، خبر دارین که پیج تقدیر یک دوباره با گذاشتن 10 پست در یک روز نسبت به اساءه ادب به بنده حقیر و توهین به مقدسات اهل سنت متاسفانه دست درازی کرده. خواستن با گذاشتن 10 پست در یک روز بنده را غافلگیر کنن. قبل از این هم چنین مواردی برای بنده پیش اومده، اما عقیده بنده این است که ای بسا شری برانگیزد خدا که خیر ما درم باشد. در این منهج و روشی که بنده در پیش گرفتم دو چیز برای من خیلی ارزش و اهمیت داره، یکی ایمانم و یکی دوم وجدانم. یعنی عقیده من، اعمال من، اخلاق من، روش زندگی من، برخورد من در طول زندگیم وقتی که برخلاف ایمان و وجدانم نباشه، دیگر مراتب برای بنده هیچ اهمیتی ندارن. یعنی اینکه مردم به نسبت بنده چه قضاوتی بکنن، اطرافیان در کنار بنده باشن نباشن، الحمدلله والمنه، ذلك الفضل من الله و کفى بالله علیما. اگر کل دنیا هم در مقابل بنده، در مقابل ایمان بنده و اعتقاد بنده بخواهن قرار بگیرن و بنده را به تشویش ذهنی و دیگر مشکلات بخواهن که بیندازن، انشاءالله هرگز نخواهند توانست. اما به نسبت این موارد شما دستاندرکاران پیج تقدیر، در پست قبلی هم که به زبان ترکمنی بنده صحبت کردم، اونجا هم از شما یک تقاضایی کردم که شما بیاین خودتون را معرفی بکنین، چون که ما اهل سنت اون گروه ها و پیج ها و کانال هایی را که بدون از نام نشان و اشخاصی که نمیتونن هویت واقعی خودشون را در جامعه به دیگران معرفی بکنن، اونها در نزد ما کوچکترین ارزشی ندارند. بله، قبل از این که جناب مولا عمر توماچ استعفای خودشون را نزد دوستان به نسبت این پیج اعلام بکنن، ما با مولا عمر در طرف بودیم و با مدرسه حنفیه گنبد و این مسائل را ما داشتیم وضاحت میکردیم و باز وضاحت خواهیم کرد. اما حالا که مولا عمر ما کنار رفته، برای مدرسه حنفیه گنبد بسیار ضروری هست تا مشخص بکنه که اون اشخاصی که در پیج تقدیر یک نشستن چه کسانی هستند. و شما جناب مولا عمر توماچ، بر شما ضروری هست که برای دفاع از خودتون و برای دفاع از عقاید و اساتید و مدرسه‌ای که دارین اونجا میخوانین، برای شما لازم و ضروری هست که شما بیاین اینها را معرفی بکنین. لذا دستاندرکاران پیج تقدیر یک، بر شما در مرحله اول ضروری است که هویت خودتون را مشخص بکنین که شما کی هستین، اصلا از اهل سنت هستین یا نیستین و شما چه کسانی هستین، مردم شما را بشناسن تا بتوانند که نسبت به گفته‌های شما اعتمادی داشته باشه. این از این مورد. در غیر این صورت این چیزی از غیر از بدنامی برای شما و برای شما مخصوصا مولا عمر و مدرسه حنفیه گنبد چیزی در بر نخواهد داشت. اما به نسبت موضوعی که در این قسمت میخوام صحبت بکنم، متاسفانه در یکی از این پست ها اهانتی بسیار زشت به بنده کردن. تیکه فیلم هایی از فیلم های غیر اسلامی و غیر دینی آوردن، یک قسمت از سخنرانی بنده را قطع کرده و در مقابل اون به تمسخر و اینطور صورتی که یعنی از انسان مسلمان چنین توقعی انسان نمیتونه داشته باشه، متاسفانه دست دادن. حافظ صاحب خواهش میکنم اون قسمت را بگذارین تا مردم ببینن که این حضرات چه دستگلی به آب دادن. الفاظی که insan ya falan dedi Xudaydan çağırıp durdun, şu alfaz doğurdu. Alfazı şirkşin dedim. Şu alfazı ki insan ya falan dedi Xudaydan çağırıp durdun, şu alfaz doğurdu. Alfazı şirkşin dedim. Ki? Alfazı şirkşin dedim. Şu alfazı ki insan ya falan dedi Xudaydan çağırıp durdun, şu alfaz doğurdu. Alfazı şirkşin dedim. Ya bunu تو کی یاد گرفتی؟ اینا رو تو سینما یه بازیگر بیمزه میگفت. Alfazı şirkşin dedim. خدا بس دیگه. ما خسته شدیم دیگه. قسمتی بود که با هم دیگر دیدیم. متاسفانه واقعا چنین عمل کردن و چنین با یک شخصیت دینی برخورد کردن چیزی از من کم نمیشه. برای من این مسائل جلوتر هم گفتم هیچ مسئله نیست، ولی چیزی که هست اینه که پیجی، گروهی، کانالی بیاد
و با چنین روش و منهجی در مقابل علمای امت اسلام از هر صنفی، حالا باشه حالا شما قبول بکنین یا قبول نکنین، اینطور به حالت تمسخر آمیز با علمای اسلام برخورد کردن، این چیزی هستش که در قرآن کریم از اخلاق کفار قرار داده شده که مسلمان‌ها دیگر را مسخره بکنن. در قرآن صراحتاً آمده و یسخرون من الذین آمنوا، کفار اهل ایمان را مسخره میکردن. به خاطر چی؟ به خاطر همین سیرتی که داشتن، عمامه‌ای که داشتن، به خاطر لباسی که داشتن، به خاطر اخلاقی که داشتن، به خاطر ایمانی که داشتن، به خاطر رفتاری که داشتن، به خاطر گفتاری که داشتن. واقعا چنین عمل کرد عیناً اخلاق این اخلاق کفار هست، اخلاق کافران هست که دیگر مسلمان ها را وقتی در کدام عملی بکنن آنها را مسخره بکنن. برین آخرین آیات سوره مطففین را بخوانین. ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. بله، کفار بودن که وقتی مسلمان ها را در حین انجام اعمال دینی میدیدن به اونها میخندیدن. و اذا مروا بهم یتغامزون، وقتی که از کناران میگذشتن با اونا متلک میانداختن، با اونا با چشمای خود، با انگشتان خود آنها را مضحکه قرار میدادن. و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فکهین، وقتی که به خانواده خود برمیگشتن در پشت سر مؤمنان و مسلمانان قهقه زنان میخندیدن. و اذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون، وقتی اونا را میدیدن بله اونا را واقعا گمراه قرار میدادن در جامعه. لذا چنین رویه و چنین اخلاق و چنین روشی برای تبلیغ دین متاسفانه از اخلاق و روش و منهج کفار هست که برادران عزیز مسلمان ما با اینکه هویت خودشون را مشخص نکردن متاسفانه به چنین مواردی مبتلا شدن. اما اخلاق نبی خدا علیه السلام وقتی که کفار را میدیدن، مسیحیان را میدیدن، یهودیان را میدیدن و بلانست منافقان امت محمد را میدیدن که مطابق قرآن سنت عمل نمیکنن، عقیده ندارن، حرف نمیزنن، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، این بوده که رسول خدا نزدیک بوده که جان خودش را در این راه فدا بکنه از ناراحتی که چرا اینها ایمان نمیارن. زیرا اخلاق چرا از این جهت اخلاق نبی اینه دوستان عزیز گرامی که ما به نسبت گمراهی هایی که در جامعه در هر صنفی که باشه ما نخندیم، مسخره نکنیم، اونها را به تمسخر نگیریم، بلکه به نسبت اونها باید دلسوز باشیم، ناراحت بشیم و با اخلاق حسنه با آنها چیکار بکنیم؟ ما به پیش بیاییم. این از این مسئله دوستان. اما به نسبت اون تیکه فیلمی که از سخنرانی بنده بریدن، این واقعیت حال اینه که بنده چندین سال پیش، چیزی در حدود سال 83 به روستای قراقچی یا عرفان آباد جدید رفته بودم تا با آخوند عبدالرحمن آخوند تنگلی استاد محترم ملاقات بکنم و ملاقاتی ما داشتیم آنجا در بحث مباحثه‌ای به نسبت ندای غیر الله بوده که این عزیزان پیج تقدیر یک آمدن از همون یک تیکه را بریدن که جلو عقبش مشخص نیست چیه و آمدن این را مضحکه قرار دادن. این خداوند متعال خود در ما بین ما در این مورد قضاوت خواهد کرد. این قسمت را انشالله بنده بعداً خواهم گذاشت که تا دوستان ببینن که حقیقت ماجرا چی بوده و چرا بنده چین الفاظی را به کار بردم. اما در آخر دو تا تقاضا دارم از عزیزان پیج تقدیر یک که مرحله اول خودتون را بیان شما معرفی بکنین، شما چه کسانی هستین تا مردم بتونن به نوشته ها و به گفته های شما اعتماد بکنن. دوم اخلاق خودتون را قرآنی بکنین، اخلاق خودتون را اخلاق نبی بکنین تا که شما الگوی مردم در تبلیغ دین باشین و از دو چیز هم بترسین. یکی اینکه نبی خدا فرمودن کسی که قصد بردن آبروی مسلمانی را بکنه الله متعال او را در خانه رسوا خواهد کرد و همینطور الله متعال موجود دادن که ان الله یدافع عن الذین آمنوا، که الله متعال مدافع مؤمنان واقعی هست. و جلوتر ان شاء الله تعالی بنده در پست های دیگر حقیقت حال این 10 یا 9 پست پیج تقدیر یک را برای شما مشخص خواهم کرد که چه خیانت هایی نسبت به اهل سنت دارن روا می‌دارن و با چنین قطع و بریدهایی از فتاوای مذهب احناف خدا میدانه این اشخاص میخواهند که اهل سنت را به کدام طرف سوق بدن. الله تعالی به همه توفیق بده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.